این گوشت مرغ را برای پیتزای خود آماده میکنیم. خیلی کوک مانند میبریم. می شود که همین گوشت مرغ رو در دخوفکا، یعنی در دخوفکا پخت یا اینکه در اسکوارودکا یعنی محیطوبه. تقریبا 250 یا 300 گرم گوشت مرغ است، یعنی برای 2-3 تا پیتزا کافی است. ما نیم قاشقچه مورچ و یک قاشقچه میده چایخوری نمک و کمی باشد نیم قاشقچه دیگر از گلوتامات، یعنی یک بعضی ها میگن نمک خیتایی یا نمک چینی. فیلتر رو روشن میکنیم و اینو به هم میزنیم و جانش میکنیم. الکی گوشتی ما آماده است، باید که ما این رو جارید کنیم. پنجاه میلی گرم تقریبا روغن، شاید که از این بیشتر هم یا کمتر هم باشد، هیچ غم ندارد. و روغن کمی داغ شد، جوش شد، چیکار میکنیم؟ گوشت ها را میاندازیم. ولی شاید که 5 دقیقه یا 10 دقیقه طول میکشه. من گوشت ها رو کمی کلانتر بریدم، باید اگر کم میده تر خردتر هم برید خوب میشود. این الان همه گوشت ها کمی بزرگتر بریده هستند. به همین تمام. زیادی بعد ما نمیپزانیم چون که در پیتزا هم باز میپزن. به همین شکل پیتزای پارادیسو رو تعلیم میتیم، ولی با تومات زوزه، با زوزه پمیدوری. برای این چی لازم است؟ یعنی گوشت مرغ لازم است و بروکولی. بروکولی یعنی گلکرم سبز. البته واژه های به توجیکی من تا حال واژه نامش رو نیافتم. یعنی چند دانه بروکولی کفایه هست. همین خیلی از این طرف میبریم. البته اینم زیاد است ولی باید کم. باید که در پیتزا در هر خوراک باید کمی از آن رو انداخته که اگر زیاد اندازه لذتش رو تغییر میدهد. میگذاریم با آماده کردن خمیر پیتزا.
паркоб мезанем то сурух кунем ки бод накунад ва албатта гуфтем ки дар пиццаи Парадисо ҳоландези зӯз бояд кард, вале мо ба ҷои ҳоландези зӯзе пицца зӯзе истифода мекунем. инам он қадар ки маззаашро тағйир намедиҳад ва гуфтем ки дар пиццаҳои қаблӣ яъне 50 миллиграмм пицца зӯзе соуси пицца ва тамом. акнун баъзеҳо аз зер камакак сир мезанам. сир агар ин таврам кардем хуб, вале агарам накардем ҳеҷ гап надорад. вале барои қашанг шудан ба ин шакл чиндам лозим. این گوشت مرغ است، یعنی گوشت مرغ لحم و همچنین مثل قبلی 100 تا 150 سیر پنیر. اگر پنیر رو هم بیشتر کردید خوشمزه تر می شود، ولی برعکس اشیای دیگر اگر که زیاد انداختید مزهش رو گم می کند. نباید که زیاد انداخت. با همین تمام الان 250 گرادوس و از 10 تا 15 دقیقه. ببینید چه طور اومده است. من یک لذتش رو ببینم. به به به، خیلی خوشمزه.